نه بابا تیتراژ خوبی داره که. به به لابی خوبی داره خدایی. اسکینای بازی پولی هم دیگه ارزش نداره، ولی شاید کیفیت بازی جبرانش کنه. خب اول بازی دو تا تیم متفاوت گذاشته واسه ما، اون وسطی هم زیاد وارد جزئیات نمیشیم. به مولا عجب گرافیکی داره. قشنگ این بازی یادتو به بازی کامپیوتری میندازه. بریم یه چند تا کیل بزنیم ببینید دنیا چند به چنده. اینم یه انمی. نکن. بنده اسمش کوسه است. مادر خطاکار. خدای این چه اسمیه؟ خفشی آخه. بله ویکتوریو به همین تخمکی گرفتیم. الان میگه فورچز جان انقدر چرت و پرت نگو، بازیو بالاخره از کجا دانلود کنی؟ به مولا میگم الان از کجا دانلود کنی. یه لحظه وایسا. یوتیوبرای دیگه هم هستن که معرفی میکنن ولی اسم بازیو نمیگن. پس تحمل کن بهت میگم اسم بازی چیه. ببین رفقا این بازی قبلا یه نسخه. اسم بازی چیه؟ بگو دیگه. اینقدر چرت و پرت نگو دیگه. وایسا دارم توضیح میدم داداش. یه لحظه وایسا. بخوای سرمو کلا بذاری من 20 تا کلا بردارم از دومتی خودم. به جد آمادم میگم اسم بازی چیه. وایسا. اسم بازی اسپیشال فورسز گروپ SFG فری. زاد. بازی هم یه نسخه قبلی هم داشته بودش. اینم بازی اسپیشال فورسز گروپ 2. زاد. الان کنجکاوی که بدونی این دوتا بازی چه فرقی کرده، چه جزئیات ریزی فرق کرده، توی جلوتر ویدیو بهش میپردازیم. البته بازی هم یه باگای ریزی هم داره که به زودی درست میشه. بله داریم میبینیم که یادمون به شکل غیر باورکردنی داره پرواز میکنه. این بازی اسپیشال 3 رو میتونید چند نفره بازی کنید یا به صورت آنلاین با بقیه پلیرها بازی کنید. خب ببینیم توی نسخه جدید چه چیزایی با نسخه قبلی فرق کرده. آیا تخمی شده یا بهتر؟ کسی چه بدونه؟ شاید من این وسط تخمی باشم. سمت راستی بازی اسپیشال 2، سمت چپی هم اسپیشال 3. همونطور که داریم می‌بینیم قطعاً اسپیشال 2 بهتره. توی بازی اسپیشال 2 میتونید روون‌تر بازی کنید نسبت به اسپیشال 2. اما بازی اسپیشال 3 گانش قوی‌تر از اسپیشال 2. هرچند بازی باید طبیعی‌تر باشه، ولی این قضیه توی کانتنت فرق میکنه. پس نمونه رو به هر دو بازی میدیم. خب ببینیم کدوم بازی اینجا طبیعی‌تره. همونطور که دارید می‌بینید دو تا بمب با هم فرق دارن. اینم تفاوتش با واقعیت. خب ببینیم کدوم بیشتر کود نگه میداده. به نظرتون کدوم بهتره؟ ما اینجا که اطلاعی نداریم که الان داریم ویدیو رو خودمون ادیت می‌کنیم. وا؟ سازنده کد ریدی تو اون بازی جدیدت. با تشکر از طرف پورچز. زاد! دودزا توی بازی اسپیشال 2 نسبت به گرافیکش واقعا عالیه. فقط لژندریای کانتر باز به اینا میگفتن چوسی. نسبت به زمان انتشارش قشنگه. متاسفانه عکس کردن تو پاچمون. یعنی انیمیشن افکت دود نداره. قشنگ هر جایی زوم میکنین تکون میخوره. ولی اونقدر هم تخمی نیست. نه پس من تخمیم. خب بریم ببینیم آیا بازی اسپیشال 3 بهتر عمل میکنه؟ افکت دود کردنش کپ بازی اسپیشال 2. اینم فرقش با نسخه قبلی. وقتی داخلش میری طبق معمول نباید جایو ببینی. که خدا رو شکر درست. بازم داخل بازی عکس کردن تو. وایسا ببینم. تا اینجای ویدیو اومدی یه لایک به ما نمیرسه. مشکل برات پیش اومده. من اون سر هر ویدیویی پاره میکنم واسه ادیتش. پس بزن اون لایک لعنتیو. مرسی سلطان. عشق منی. گلبم تو گلبت. ولی هنوز لایک نکردی. یادم میمونه. مشکل برات پیش اومده. کسکم. توی چوس اومدن بازی اسپیشال 3 بهتر از بازی اسپیشال 2. حالا بریم ببینیم کدوم تو بمب انداختن بهتره. شاید من این وسط بی‌دلیل تخمی باشم. تو بمب شبیه همه و انگاری هم افکت ترکیدن شبیه همه. بریم ببینیم تو صحنه. خب میبرم نمیبینی دارم فیلم میگیرم. با تشکر از طرف فورچد. زاد! بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو تا خودمو به کشتن ندادم. نمیفهمم فرهنگ ندادن دیگه. تو هر دو تا بازی میبینید دوتاشون شبیه همن ولی میبینیم بازی اسپیشال 3 یه خود تاتر از نسبت به بازی اسپیشال 2. واقعا فاجعه. توی کوش شدن بازی اسپیشال 2 قطعا بهتره. توی چوسی اومدن یعنی چیز توی دودزا اومدن بازی اسپیشال 3 بهتره. توی تریکیدن بمب بازی اسپیشال 2 قطعا بهتره. پس یه امتیاز برای اسپیشال 3. 2 امتیاز هم برای اسپیشال 2. بدون معطلی بریم سراغ مقایسه بعدی. اینجا اصلا ذهن نمیزنم. خودتون ببینید چه شاهکاری اعلام هستم. تنها چیزی که واسم شاهکار بود اینه. وقتی تیر میزنه ازش دود میاد. به نظرتون واسه یه بازی 800 مگابایتی خوبه یا نه؟ والا واسه من یه تخمی خوبه. بریم ببینیم اسپیشال 2 همچین ویژگی داره یا نه. توی بازی اسپیشال 2 میتونی صدا خفه کن بذاری روی گانت. خب خاک تو سر اسپیشال 3 و صدا رو تا یه حدی میگیره. متاسفانه توی بازی اسپیشال 2 گانش دود نمیکنه. این دیگه واقعا فاجعه است. یه امتیاز میدیم به بازی اسپیشال 3 میشه 2 مساوی. خب به نظرم تا اینجا بس مقایسه فوق العاده تخمی بود.
خب اگه بازی سبک کانتر دوست داری قطعا حاله. اگرم نه برو سراغ فورتنایت الا باگاجی یا کالافی. خودم نفهمیدم چی گفتم ولی خب به نظرم اگه گوشی قوی داری اینو میتونی نصب کنی. اگرم نه خیلی بریم بازی اسپاشال رو نصب کنی. خب رسیدیم به آخر ویدیو و اینم معرفی این بازی بود. اگه سوالی در مورد این بازی داری حتما من جوابتون رو میدم. غمتون نباشه. داش پورچیز اینجاست. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوی دیگه. گود بای.